نتایج تجلیل از نوروز، جاهایی که تجلیل از نوروز می شود چی نتیجه و چی عواقبی دارد؟ اول زنده کردن صدها بدعت و خرافات. هر جایی که تجلیل از نوروز میشه، چون شیطان زیاد کار میکنه، صدها بدعت زنده میشه، صدها خرافات به وجود میآیه، صدها فسق و فجور و بالاخره در آنجا خود را زنده میکنه. بنان این نتایج تجلیل از نوروز هست. دوم، بالا کردن جنده به نام مولا علی. این مسئله بسیار مسئله مهمی است که به نام جنده از اینجا سفر میکنن میرن در مزار شریف. این نه اصل شرعی داره، نه اصل قرآنی داره، نه احادیثی چنین را گفته. بناهن چنین رواج پیدا کرده، حال نمیدانیم که چقدر جنسهای بدلی از کشورهای همسایه میآید. به این ترتیبه که جنس بدل وارد میشه، عقاید و اعتقادات خرافانه هم وارد این کشور میشه. حالا 500 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش وارد شده و از امروز باید متوجه باشیم که خرافات و بدعات از این بیشتر به شهر و دیار من و شما سرایت نکنه. سوم، جشن نوروز از جشنهای ملی و قومی ایرانیان قبل از اسلام بوده است. آنها دانستیم که از کجا نوروز آمده و به چه ترتیب بین بعضی از مسلمان ها هم رخنه کرده است. چهارم، ارتباط به عواقب و نتایج تجلیل از نوروز اینه که جشن نوروز از اعیاد و جشنهای مشرکین هست، هیچ ربطی به اسلام نداره. بیاریم یک دلیلی از قرآن که جشن نوروز را تایید کرده باشه، بیاریم یک دلیلی از احادیث که جشن نوروز را بیان کرده باشه، عید نوروز گفته باشه. بیاریم یک قولی از صحابه و اهل بیت که جشن نوروز را تایید کرده باشه. یک قول از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیاریم که جشن نوروز و عید نوروز را تایید کرده باشه. پس وقتی خدا نگفت، صحابه نگفت، اهل بیت نگفت، 12 امام نگفت، امام جعفر صادق نگفت، ای از کجا آمده؟ از اون مجوسیت و زردشتی ها وارد جامعه اسلامی شده است. پس بناهن من و شما باید که از لابلای قرآن و احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم باید عبادات خود را و مسائل دین خود را باید متوجه بشیم. پنجم، بعضی میگن که این یک عنعنه ملی هست و یا تاریخی هست. باید متوجه باشیم که این روز نوروز به مردم افغانستان قابل افتخار نبوده و هیچ سند تاریخی هم نداره، اصلا ارتباط به افغانستان نداره. گفتیم که مسئله نوروز مسئله ملی و قومی ایرانیان قبل از اسلام بوده، سرایت کرده، این به افغانستان ارتباط نداره. این که کسانی میرن به نیت زیارت در مزار شریف، باید که یک نکته اشاره کنیم. اولا موجود بودن حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف سند مستحکم و محکمی ندارد که حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف باشند. بخاطر چی؟ اگر در مزار شریف حضرت علی قرار دارن، پس در نجف کیست؟ در نجف عراق، در اونجی. اگر در نجفن، در افغانستان کینه، و اگر در افغانستانن، در نجف کینه. بناهن یک قبعه یا یک مرجع یا یک خانه به نام حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف ساخته شده. حالا روضه حضرت علی کرم الله، روضه چی معنا؟ روضه به معنای باغ و گلستان. کار خوبیه اگر یک کتابخانه اینجا ایجاد کنیم بگذاریم به نام روضه حضرت علی، اگر بالاخره مسجد بگذاریم به نام مسجد روضه حضرت علی، کتابخانه به نام حضرت علی کرم الله وجهه. همه ما و شما افتخار میکنیم در هر جایی که نام حضرت علی کرم الله وجهه هست، ما در اون مکان
در اون منطقه احترام خاص داریم، ولی باید بفهمیم که در اونجا حضرت علی کرم الله وجهه، ما په هر قدر جستجو کردم از علما، بزرگا، مؤرخین طبی تا حتی پرسان کردیم، سند طبی به دست نماده که حضرت علی کرم الله وجهه در بالاخره مزار شریف باشند. ها قصص و تاریخ می نویسه که در زمان سلطان حسین بایقرا بالاخره کسی خواب دید و به همین ترتیب که در اونجیان. و همچنین جامی صاحبم یک شعر میگن که گوین که علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت و شرف است. من و شما مسائل دین خود از خواب نمیگیریم، هر کس خوابی ببینه و ما بالاخره به همین ترتیب ما به حرف عرض کنیم دین ما اول از کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قیاس که با قول قرآن و حدیث و اجماع مطابقت داشته باشد. بنان خواب برای ما چیز دلیل نمیشه. پس در این قسمت در مزار شریف اگر حضرت علی وجود دارن والله اعلم، بناهن در اونجی به نام حضرت علی جنده که بالا میشه، خلاف شر، خلاف دستورات اسلام، خلاف مقررات اسلامی. هر انسانی که در اونجی شرکت میکنه به نیت ازی شرکت کنه، یکی تبرک در اونجی کور شفا پیدا میکنه، ابرس شفا پیدا میکنه، او بالاخره مشکل گشا و حاجت روای او انسان مسلمان رفته و کافر و مشرک برگشت. الله سبحانه و تعالی می فرمایه که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. هر کفر الله گفتم می بخشه، هر گناهی که کرده باشه امید بخشش هست، ولی گفتم مشرک نمی بخشه. کسی که الله میگه شفا دهنده مه، روزی دهنده مه، حیاتر مه به تو دادم، مماتر مه به تو میدم، بهشتر مه به تو آماده کردم، خلاصه تمام زندگی و خوبی هر مه به تو دادم، حالی تو بری پیش یک چوبی گریه کنی که من شفا بدی، میگه تو هرگز نمی بخشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. در گوشه و کنار الان بعض انسانهای بدبخت غافل الان به خیاط ها لباس میدن. چرا لباس میدی؟ واسه سال نو، روز نوروز. ای کاش وقت انسان کافر میشد دو تا شاخ بیرون میکرد که همه جامعه میفهمید که کی کافر هست و کی مسلمان. انسان فکر میکنه که وقت کافر بشه یا به بوی میایه، کاش انسان به بوی میامد. پس بنان از این اعمال کفریه و شرکیه باید خودداری کنه مسلمان. گفتیم که یهود و نصارا ایدی داره جشن کریسمس، مجوس و زردشت ایدی داره نوروز، مسلمان ایدی داره عید فطر و عید اضحی. بس تمام. شریعت مقدس اسلام میگه ولئن اتبعت اهواهم، اگر پیروی کنی از خواهشات مجوسیت، از خواهشات یهودیت، از هوسهای بالاخره نصرانیت، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از این که علم برای تو آمد، اگر دانستی و دنبال خرافات رفتی، اینجا بدان که انک اذا لمن الظالمین، هر آینه تو از جمله ظالمین هستی، از جمله کسانی هستی که بر خود ظلم و ستم کرده اید.